که به زبان علمی آن را پتانسیل پکویا میگویند. آرام باشید. بدن خود را آرام کنید و فکرهای خود را آرام کنید. بدانید که آدم چون چشم خود را میپوشد، چشم باطنی او بیدار می شود. و پس چون چشم باطنی شما بیدار می شود، بدانید که در درون مینه سر خود شما هزاران فکرها را می بینید. هزاران صورت و ابرزهایی که در دوام حیات خود جمع کرده اید و متاسفانه شما یگان بار سر خود را تازه نکرده اید. فکرهای خود را تازه نکرده اید. پس بیایید ما امروز آنها را از سر خود برانیم و فکرهای لازمی سازنده و سالم را به کار بریم. میگذرند از پیش نظر فکرهای شما به شکل ابرز و تصویر یا که سخنهایی که حالا در دل شما میگذرند. چون فکرها گذشتند، در سر یک خالگی فارمی پیدا می شود. خالگی که شما آن را درک میکنید، حس میکنید که معنی سر ما و شما هم کائنات بوده است. تمام هستی که اطراف ما و شما را گرفته است در معنی سر آدم انعکاس یافته است. حتی آن جایهایی که انسان آنها را به چشم سر خود نمی بیند، ولی چشم دل آن را درک می کند. بدن خود را نرم سازید. اول دست چپ، ثانی دست راست. آهسته آهسته نرمی تمامی بدن شما را فرا می گیرد و این نرمی گرفتن قوه زیادتی از مشک ها است. بدانید و آگاه باشید که عالمان اثبات کردند که هر فکری که در سر انسان پیدا می شده است یکی از عضوهای او را به کشش می آورده است. حالا آن که هنوز آدم آن فکر را عملی نکرده است، ولی فکر کیها به آن مشک هایی که عملی می شود قوت می دهد. ولی این قوت را حالا از مشک ها، چی از مشک های روی که آژنگ های روی برهم می زنند و آدم دیر پیر می شود، چی از مشک های پای که درد پای ها نیست می شود، چی از مشک های دست که دست به برکت می شود، چی از تخت پشت و گردن و میان که اکثر مردم از آن شکایت می کنند. مثلا اگر آدم روزگار خود را وزمین حس کند، کتفان او دائم درد می کنند و چنین آدم ارخن سوزش گفته شکایت می کند. یا که در دوادو رزق و روزی مشکلات داشته باشد، شکایت از میان دارد. چون که این فکرهایی که در سر هستند مشک‌های معین، گوشت معین بدن ما و شما را کشش خورده می کنند و آنها از حساب کشش دور و دراز مانده می شوند. پس آنها را امروز از این قوه بیهوده خلاص کنید. بدن نرم شده، حتی زبان خود را نرم کنید که زبان تیریزه شکم است. نرمی تا رفت در وجود ما و شما زیاد می شود. به زبان روسی آن را رسلبلینی می گویند. نرم کنید بدن خود را. ملایم گردانید بدن خود را مانند خمیره که شما می دانید که بدن آهسته آهسته نرم شده. حتی شما نرمی دل خود، نرمی جگر، غدود زیر معده، روده ها، شوش ها، گردن و گلو و چشمان را حس میکنید. اگر چشمان شما نرم شدند بدانید که دنیا در نظرتان زیبا و رنگین می شود. سرخی چشم بر هم می خورند. اگر معینه سرتان نرم شد بدانید شما دم گرفتن می توانید. گلو نرم شد خفگی می رود. دل نرم شد
آرام شده قوت شما زیاد می شود. ششها نرم شدند، هوا می رسد. جگر نرم شد، دیگر عصبی نمی شوید. روده ها نرم شدند، ترس شما گم می شود. غدود زیر معده نرم شد، رشک و بیماری هایی که پانکراتیت یا قند می گویند آهسته آهسته شما را ترک می کنند. گرده های خود را نرم کنید که گرده ها ریشه جنسیتند و مناسبت زن و مردی تاثیرات به گرده ها می رساند. پس گرده ها را چون نرم کردید، مناسبت جنسی یعنی مناسبت زن به مرد و مرد به زن خوب می شود. اکنون وزمینی بدن خود را حس می کنید. زمین ما و شما را به طرف خود می کشد. ما هماهنگ شدیم به قوه جاذبه زمین. همه وزمینی و ناراحتی، غم و اندوه، قوه های خنکی از وجود ما و شما به طرف زمین می روند. گویا که بدن ما و شما خالی شده ایستاده است و آن نوری که از آفتاب می آید وارد وجود ما و شما شده، گویا که یک کوکل گرم کرده باشید. بدن گرم و گرم شدن میگیرد. قوه نیروی تار سیمپاتیکی عصبی وگیتاتیوی به کار شروع کرد. گزک های شما را آهسته آهسته برهم میزند و شما حیران میشوید وقتی میبینید که آن گزک چندین ساله واسپلینی که در کیم کجای بدن شما بود برهم خورده است و شما میبینید که دارویی که در غدود بالا گرده حاصل میشود که گرمان یعنی گرمان ضد گزک است زیاد شده، شما وقتهای آخر بیماری زکام یا شمالخوری را حتی فراموش میکنید. گویا در حوض گرمی در آمده باشید. بدن گرم و حتی از کف دستان خود حس میکنید گرمی را در گلو و دهان و حتی در مناسبت با یکدیگر گرم و صمیمیت. آهسته آهسته شما از این حالت برآمده خود را خرسند، خوشوقت، سبک و آزاد حس کرده این مشق‌ها در شما عادتی می شوند و هر ساعت نوعی بیگاه آنها را تکرار می کنید. ما با فکر شما را کمک می کنیم. تا بازدید.